سلام. از بس که به پایان سال 2020 نزدیک شدیم، امروز نیز برعکس برنامه‌های پیشین ویدیوهای مهاجران تاجیک را می‌بینیم که در پاسخ به مراجعات رادیو آزادی گفتند که امسال برایشان خوب بود یا بد. خوب، از ویدیو یک جوان مهاجر آغاز می‌کنیم که کرونا ویروس در سال 2020 نگذاشته است به یک آرزوی دیرینه‌اش برسد. بدترین سال من سال 2020 بود. راه محکم بده تا قیمت карантин بسیار همین سال عذابی زیاد کشیدیم. امید داشتیم که در همین سال زن میگیرم، در ماه می امید داشتیم که زن میگیرم، افسوس که نشد. نجیب الله، یک مهاجر تاجیک از مسکو، نیز سال 2020 را سال شوم مینامد، هرچند به گفته خودش برای او سال بدی نبود. از خودش بشنویم که چی میگوید. برای من یک سال فراموش نشونده بود. یک سالی که هیچ مردم یادش نمیبرد. این چی دهشت بود، چی عذابا بود. خدا به شکر ما این کسلیا دور بودیم، کار کردیم، فعالیت کردیم. یگان خیلی کم بودی، همش نقص. من گفتنیم که این سال 2020 سال فراموش نشونده، باقی سربلند و سرفراز باشد. مهاجر دیگری که مثل نجیب الله بیکار نمانده است با ارسال ویدیو بر رادیو آزادی گفت سال 2020 یک بند قانون اساسی تاجیکستان را یاد گرفت که به قول او عملی نشد. این مهاجر نخواست نامش را بگوید و خودش را هم نشان بدهد. سال 2020 برای من سالی بد نبود، بلکه من جای کار خود را از دست نداده بودم. در این карантин و در این محدودیت ها من یک چیز را فهمیدم. ماده 16 سرقانون جمهوری ترکستان، شهروند جمهوری ترکستان در خارج کشور تحت حمایه دولت می باشد، اما من دیدم که شهروند جمهوری ترکستان در خارج کشور تحت حمایه بلاگران و خیرخواهان می باشد. یکی از جوانان تاجیک دیگر در روسیه میگوید سال 2020 را نمیتوان سالی کاملا بد و شوم نامید، چون خوبی های برای مهاجران داشت. چه خوبی؟ در ویدیوی علی محیدینوف همراه میبینیم. سال خوبش چینگی ها برای غریبا زکامین کار کردیم، همش این طرف خوب بود. اما پلانی که ما داشتیم در سال 2020 مثال یگان تا آنها نرسیدیم. 2019 زن گرفتیم، عائله دار شدیم، اما یک سال می شود حتی رفتن نمیتونیم، برای که در تاجیکستان جای کار نیست. به عقیده یک مهاجر دیگر، طالع این جوان بلندی کرده است که در روسیه در مانده است، چون اگر به وطن میرفت از بیکاری و بیپولی عذاب میکشید. برادرای مهاجری که پیش карантин در روسیه موندن و فکر میکنم اونو جید کردم. سال 2020 سالی بد میشمارم به خاطر برادرای مهاجری که در تاجیکستان رس موندن. اگرچه من موندم در روسیه جید که باشم قطار برادرای مهاجر در روسیه مونده. برای یک جوان تاجیک سال 2020 با وجود کرونا ویروس نو، بستن مرزها، بیکار ماندن هزاران مهاجر سالی با برار هم بوده است. این مهاجر ویدیو را در جای کارش ثبت کرده و ما فرستاد. سالی نه خوب و نه گنده گویم هم می شود، برای که همین سخت که بود شکرانه خداوند کار کردیم، صاحب خانه شدیم، خیلی پدر و مادر گشنه نماندیم. مهاجرانی که در نوابسته در روسیه در تمام دنیا که هستند، خداوند نگهبانشان باشد، همه وقت در کارهایشان پیشروی باشد. با امید پیشرفت در کار شما و در سال کهنه باقی ماندن همه مشکلات، آزادی آنلاین را به پایان میبریم. فرستادن ویدیو و خبرها را فراموش نکنید و با تلفنی که میبینید واتساپ، تلگرام، وایبر و ایما دارد. در وبسایت ما هم جای فرستادن ویدیو هست. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.